الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 27 از شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین، بیان عقیده ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی رحمهم الله، دو عالم سلف صالح هستند که عقیده همه سلف صالح را در این باب ذکر کردند. یعنی این کتابی سلف صالح است. بارک الله فیکم. پس ما در حلقه گذشته به موضوع ایمان به جنت و دوزخ صحبت کرده بودیم و این حلقه شاید حلقه آینده باز در همین موضوع صحبت بکنیم. البته ما گفتیم که ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی گفتند که ایمان آوردن به جنت، یا که والجنت حق، جنت حق است، و النار حق، نار حق است، و هما مخلوقتانی، و هر دوی همین جنت و دوزخ مخلوق است، حالا وجود دارد، همین حاضر وجود دارد، پیش از خلق شدن انسان ها خلق شده است. لا تفنیان ابدا، هیچگاه ادا نمی شود یا که به پایان نمی رسد. خوب دقت بدهید در مسئله جنت و دوزخ، نه جنت و نه دوزخ به پایان نمی رسد. قول های هست و بعضی از علما گفتند که دوزخ به پایان می رسد. این سخنشان مخالف عقیده سلف است، بلکه این به اجماع هست. به اجماع هست که دوزخ پایان نمی یابد یا که جنت هم پایان نمی یابد. چخیلی که ابو زرعة الرازی و ابو حاتم الرازی گفته شدند و این عقیده سلف صالح است. جنت این ثواب برای اولیا است، یعنی دوستان الله، نتیجه چی می شود؟ جنت است. و نار یک عقاب هست برای کسایی که معصیت الله، سرکشی از الله میکنند. بارک الله فیکم. این بود موضوع که داریم شرح میدیم. ما اومدیم کلمه و هما مخلوقتانی، و هما ضمیر به کجا باز میگردد؟ یعنی به جنت و دوزخ. جنت و دوزخ هر دویش مخلوق است. مخلوق از اسم مفعول است، یعنی خلق شده. کی خلق کرده است؟ الله سبحانه و تعالی. الله خلق کرده است پیش از عمل کردن عمل کننده ها و پیش از تکلیف شونده ها. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیه 133 میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعدت للمتقین. اعدت، اعداد شده است، یعنی آماده کرده شده است. جنت و دوزخ، یا که اینجا آیه درباره جنت میرود. جنت برای کی؟ برای متقیان. متقیان اصل تقوا توحید است، موحدین. در سوره حدید آیه 21 نظر بکنید. اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. آماده کرده شده است. اعداد، اعدت، مهیا کرده، خلق شده، آماده کرده شده است. جنت برای آنانی که ایمان به الله و به رسولش آوردند، موحدند. یا این چنین سوره بقره آیه 24 الله سبحانه و تعالی درباره دوزخ میگه فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرین. بترسید، پرهیز نمایید از همون آتش جهنمی که هیزمش انسانها و سنگها هستند و انمین دوزخ، جهنم، آماده شده است برای کی؟ الکافرین، کافرها. این کافر کلمه عموم است، به درونش مشرک، مرتد، منافق همش داخل میشد. زندیق، کسایی که کفرشون کفر اکبر است یا شرکشون شرک اکبر است. بارک الله فیکم. در سوره آل عمران آیه 131 الله میگه واتقوا النار التي اعدت للكافرین. پرهیز کنید از همون آتش جهنمی که آماده کرده شده است برای کافران. سوره فرقان آیه 11 میگه و اعتدنا لمن كذب بالساعه سعیرا.
آماده کردیم برای کسانی که روز قیامت را دروغ میشمارند سعیر، یک جایی معینی از دوزخ را که درد و سخت دارد. پس از این آیت ها آشکار و واضح شما فهمیدید که جنت برای مؤمنین آماده شده است و به جنت غیر از مؤمنین و موحدین هیچ کسی داخل نمی شود. مشرک و کافر آیا ممکن است که به جنت برود؟ یگان امکانیت دارد؟ اگر بگیم 1%، نه، 0.5% هم امکانیت ندارد. کسی که بگوید که به جنت کافر یا مرتد یا مشرک رفتنش ممکن است، خودش کافر است، زیرا که آیت الله را دروغ شمارده است. الله میگه که کسایی که به الله شرک قرار میتند، یعنی مشرک شده اند، جنت برای آنها حرام است. الله اکبر. وقد حرم الله علیه الجنه. به تحقیق الله جنت را برای نفس مشرک حرام کرده است. وقد حرم الله الجنه و مأواه النار. و حتما بازگشت انسانی که مشرک است و توبه نکرده در حالت شرک وفات کرده است، در حالت کفر اکبر وفات کرده، مرتد وفات کرده است، بازگشتش جهنم است و نباید در این مسئله شک و شبهه بکنی. بارک الله فیکم. و این آیت هم فهمونده شده است که دوزخ برای مشرکین آماده شده است و جنت برای مؤمنین و موحدین، و در این باره نباید ما شک بکنیم. این عموما همین است. و من یشرک بالله، هر کسی که شرک را به الله انجام میدهد، فقد حرم الله علیه الجنه، به تحقیق الله به این انسان جنت را حرام کرده است. این وعده الله است. اما امروز مرجئه ها می برایند از عرب و عجم، از تاجیک و افغان و این و آن، میگن که نه، مشرک عذر دارد. بالاخره در این دنیا مشرک را مسلمان و موحد و در آخرت او را جنتی میگن. این یک گمراهی آنها است. و این چنین سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دلالت میکند که جنت و دوزخ خلق شدگی وجود دارد، حاضر وجود دارد. نظر کنید به کتاب امام بخاری از حدیث عمران ابن حسین و امام مسلم از حدیث ابن عباس، یعنی حدیث متفق علیه است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. اطلاع پیدا کردم از جنت و دیدم که اکثر اهل جنت فقیرها هستند، و آگاهی پیدا کردم، اطلاع پیدا کردم از دوزخ و بدیدم که اکثر اهل دوزخ نساء، زنها هستند. بارک الله فیکم. پس انا این است که دلالت میکند که پس جنت و دوزخ امروز خلق شده و وجود دارد. هر کسی که به جنت بعد از وفاتش می درآید و بعد از حساب کتاب بعد از روز قیامت می درآید، البته جنت یک جای نعیم است. هر کسی که داخل می شد، اهل جنت درجه ها دارند، درجه های بالا و پایان، و بالاخره همه جایش درد، غم، اندوه وجود ندارد. میوه ها، دریاها، طعام ها، حور العین و این چنین دیگر خدمتگارها و باغ و بستان و قصرها که آماده کرده شده به اهلش. و جهنم باشد آماده کرده شده برای اهلش هست که عذاب و درد و رنج هر کسی که داخل می شود، سبحان الله، از گرمی النگه و از سختی زمهریر خنکی شدید و از زقوم طعامش و از سگهای جهنم، سبحان الله، و از این چنین چیزها وجود دارد. و این چنین دلیل بر این که جنت و جهنم خلق شده است و وجود دارد، باز حدیثی صحیحین است که از حدیث ابن عباس روایت است که قال النبی صلی الله علیه و سلم انی اریت الجنه، من جنت را بینانیده شدم، یعنی مرا نشان دادند از جنت، من جنت را بدیدم. فتناولت عنقودا، و تناول کردم یک چیز از جنت را.
ولو اصبته لاکلتم منه ما بقیت الدنیا و رأیت النار فلم ار منظرا کالیوم قط افظع. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم جنت و دوزخ رو دیدند و بالخصوص حدیث شب معراج معروف است. شب معراج معروف است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به شب معراج داخل شدن برآمدن بالا جنت رو دیدند و جهنم رو دیدند. و حدیث صحیحین امام بخاری و مسلم روایت کردند از حدیث ابو هریره رضی الله عنه که روایت میکنند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. آتش جهنم به الله شکایت میکند و میگوید که ای الله از سبب سخت گرم بودن بعضی بعضیم رو تناول کرد بخورد، یعنی گرمی سخت است. الله سبحانه و تعالی به همین آتش جهنم دو بار نفس کشیدن رو در یک سال اجازت میدهد. یک بار نفس میکشد در زمستان که به نهایت خنکی از همین خنکی به وجود میاد و یک بار یعنی نفس میکشد در صیف که به نهایت گرمی از همین گرمی به وجود میاد. یعنی یک بار درون جهنم خنکی شدیدی سخت میشود که از خنکی مردم عذاب میکشند زمهریر و یک بار گرمی سخت میشد که از این گرمی به نهایت سخت عذاب میکشند. بارک الله فیکم. پس این ادله ها صریح است، آشکار است و وجود دارد. حتی در حدیثی که امام احمد روایت میکنند و ابو داود در سننشون پیامبر میگن که صلی الله علیه و سلم لما خلق الله الجنه، زمانی که الله جنت را خلق کرد، قال لجبریل، به جبرئیل گفت اذهب فانظر الیها، برو به جنت نظر بکن. پس جنت و دوزخ امروز وجود دارد، امروز وجود دارد. و البته هر یک عملی شما که زیاد می شود و بعضی از ذکرهایی که میکنید، همون جایی که جنتی که شما میروید همون جای شما با زیبا می شود. خیلی که حدیثی که امام ترمذی روایت میکنند و میگن که من قال سبحان الله العظیم و بحمده غرست له نخلة فی الجنه. هر کسی که سبحان الله العظیم و بحمده بگوید یک درخت نخل در جنت به همون باغش نشانیده می شود. کسی که ذکرش زیاد است جنتی او زیباتر است، جنتش رو باز زیباتر میکنند. بالاخره ما به چی اعتقاد بکنیم؟ اعتقاد میکنیم که جنت و دوزخ امروز وجود دارد و به این اجماع رو نقل کردند ابو عثمان الصابونی، ابن حزم الظاهری، محمد ابن عبد البر و ابو القاسم الاصبهانی و ابو الحسن الاشعری و ابن تیمیه و ابن القیم و جماعت دیگر از علما. و به این نص که وجود دارد احمد ابن حنبل، ابن خزیمه و سفیان الثوری، سفیان ابن عیینه، عبدالله ابن مبارک و این چنین ابو حاتم الرازی، ابو زرعة الرازی و دیگرها همه گفتن که جنت وجود دارد. بارک الله فیکم. این بود موضوعی، یکی از موضوعهای مهمی که ما باید بدانیم. اعتقاد میکنیم که جنت و دوزخ وجود دارد. اما کسایی هستند که وجود داشتن جنت و دوزخ را حال و حاضر انکار میکنند و میگن که جنت و دوزخ پیش از آمدن قیامت وجود داشتنش ناممکن است. بعد از اینکه روز قیامت به وجود می آید، بعد از روز قیامت در حالت حساب کتاب جنت و دوزخ هم خلق می شود. و این سخنی که از جهمی بن صفوان، قدری ها و بعضی از معتزله ها هست، بمانند شام عبدالجبار و جماعت از اینها چی میگن؟ جنت و دوزخ امروز وجود ندارد. هر کسی که بگه که امروز جنت و دوزخ وجود ندارد، بعد از قیامت به وجود می آید یا روز قیامت این خلق کرده می شود، بدانید که عقیده‌اش جهمی و قدری و معتزلی است. به خاطر چی اینها انکار کردند؟ زیرا که اینها تقدیر را انکار میکنند. تقدیر را یا جبری هستند یا که قدری هستند. قدری ها به خاطر انکار کردند که اگر جنت و دوزخ بودنش را اقرار کنند باید تقدیر را اقرار بکنند. اینها گفتند تقدیر وجود ندارد. علم الله را نفی کردند. از همین جهت جنت و دوزخ را هم انکار کردند. اگر جنت و دوزخ را اثبات کنند باید تقدیر را اثبات کنند، باید علم الله را اثبات کنند. از همین جهت بارک الله فیکم انکار کردند. اما جبری ها از سبب اینکه تحسین و تقبیح عقلی را انکار کردند، از همین جهت انکار کردند. این لوازمات اهل بدعت است.
البته کسایی که جنت و دوزخ رو حال و وجود نداشتنش رو، یعنی وجود داشتنش رو انکار کردند و گفتن که حال و وجود ندارد، در روز قیامت خلق کرده می شود، به خودشون دلیل ها گرفتن از بعض نصوص های متشابه. عقیده اهل سنت والجماعت چگونه است؟ برادران و خواهران موحدان، یک آیتی که احتمال دارد، یعنی یک آیت رو دیده دو سه احتمال دارد، یعنی دو سه معنا رفتنش ممکن است. در این حالت این آیت رو با آیت های محکم برده گردانیده و نظر کرده می شود. حتی سنت پیامبر صلی الله علیه و یک حدیث رو دیدید که احتمال دارد به دیگر حدیث ها برده و فهمیده می شود. محکم متشابه رو به محکم حل کرده می شود و سخنهای علما رو هم. اما اهل بدعت همیشه همچنین هستند. والذین فی قلوبهم ضیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. اونهایی که مریضی در قلبشون دارند، اونهایی که گمراه هستند، قلبشون، دلشون مریض است، کسل است، نفاق دارد، همیشه با آیات، حدیث، سخنهای صحابه و تابعین دیگر علما متشابهات می روند. سخنهای واضح رو به یک طرف می گذارند، به سخنهای غیر واضح می روند. بارک الله فیکم. خیلی که در مسئله العذر بالجهل ما داریم با اهل بدعت بینوات بحث و مناظره شدید میکنیم. همیشه به سوره های غیری بگیم به حجت های میروند که متشابه است، به محکم نمیگردند. اینها گفتند که یکی از دلیل هاشون همین است که گفتند در سوره قصص آیه 87 الله گفت که کل شیء هالک الا وجهه، روز قیامت همه چیز نابود می شود بجز وجه الله، یعنی خود الله. پس گفتند اگر همه چیز هلاک شود جنت و دوزخ هم نابود می شود. امروز خلق شدن جنت و دوزخ میگن فایده ندارد. اگر روز قیامت با نابود شود امروز چرا خلق می شود؟ جواب ما همین است که این آیت کل شیء هالک الا وجهه را ما باید به فهم سلف صالح فهمیم. سلف صالح میگن که همه چیز هلاک می شود بجز الله، یعنی همون چیزهایی که الله میخواهد از این دنیا هلاک می شود، فنا می شود، نابود می شود. اما در تفسیر این سلف صالح گفتن که بسیار چیزهای هست که باقی میماند، به مانند عرش، به مانند آب، به مانند جنت، به مانند دوزخ، به مانند حور العین در جنت، یا ارواح شهدا، یا بالعموم ارواحها و بعضی روایت‌ها بعضی از ملائکه ها یا لوح یا قلم، این چیزها هلاک نمی‌یابد. استثناءات وجود دارد. یعنی بارک الله فیکم. ما باید خوب به این نظر بکنیم و علما میگن ما باید فرق گذاریم بین کلمه عدم و بین کلمه فنا یا هلاک. الله سبحانه و تعالی در این آیت سوره قصص 88 کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز هلاک می شود بجز خود ذات الله، وجه الله گفت. هالک نگفت که الله در اینجا کل شیء یعدم، همه چیز نابود می شود نگفت، هلاک می یابد گفت. کلمه هلاک یا فنا از کلمه عدم فرق دارد. اولا جنت و دوزخ از امری یا که از امور این دنیا نیست. این آیت به امور این دنیا تعلق دارد. هلاک و معنای نابود شوی رو هم ندارد، معنای تغییر رو دارد. چخیلی که آیت دلالت میکند یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی روز قیامت زمین نابود نمی شود بالکل، یعنی نابود شده نمی رود بلکه دیگر می شود. هلاک معناش این است که از یک حالت به دیگر حالت می گذارد. فنا از یک حالت به دیگر حالت می گذارد. زمین رو الله تغییر میدهد. همین زمینی که ما زندگی میکنیم یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که تبدیل مییابد زمین به دیگر نمودی زمین. و السماوات و آسمان ها، یعنی زمین و آسمان در روز قیامت وجود دارد اما تغییر مییابد. امروزه زمینی که ما میبینیم امروزه دیگر میشود. بارک الله فیکم. پس بالاخره وقتی که روز قیامت میشود سور دمیده میشود. الله سبحانه و تعالی امر میکند اسرافیل سور را میکشند، یکی از ملائکه های بزرگ. همه چیز میمرد، همه چیز نابود میشود بجز الله سبحانه و تعالی.
آیا جنت و دوزخ هم نابود می شود؟ نه، نمی شود. استثناء. برای چی؟ برای اینکه جنت و دوزخ را الله خلق کرده است به خاطر اینکه باقی بماند و مردم به اون داخل بشوند. یعنی بعضی از چیزها است که زنده میماند، جنت و دوزخ و حور العینی که در جنت وجود دارد و ارواحها و عرش و آب و لوح المحفوظ و قلم و غیره. بارک الله فیکم. و به این اجماع رو نقل کردند که ابن تیمیه رحمه الله و غیرشون. نظر بکنید به کتاب بیان تلبیس بیان تلبیس الجهمیه، مجله یکم صفحه 581 یا که مجموع فتاوا مجله 18 صفحه 307 رو نظر کنید. ابن تیمیه اجماع رو نقل میکنن که الاجماع على ان من المخلوقات ما لا يفنى، اجماع بر اینکه بعضی از مخلوقات ها فنا نمییابد، الله خلق کرده است دیگر باقی میماند. و ان الله استثناه، و الله همون استثناء کرده است. الله اون استثناء کرده است. به مانند چی؟ عرش، جنت، دوزخ، ارواح. چخیلی که در مسند امام احمد آمده است انما نسمة المؤمن طير تعلق بشجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه الله. یعنی روح انسان مؤمن در درون یک پرنده می ایستد تا روزی که الله سبحانه و تعالی از این پرنده میگیرد به جسدش میگرداند. البته حدیثی صحیح است، امام احمد روایت میکنه، از کعب ابن مالک است. خود آیات به این دلالت میکند، به بعضی از استثناها خود آیات دلالت میکند. سوره زمر 68 رو نظر بکنید. الله سبحانه و تعالی میگه و نفخ فی الصور، و نفخ شده شد به صور، یعنی صدایی که همه میمورند، بعد از این همه میمورد، هلاک میشود. فصعق من فی السماوات و من فی الارض، همه زمین و آسمان ها بوده، همه وفات میکنند. الا ما شاء الله، مگرم همون چیزهایی که الله خواست که بی ایستد و زنده بیستد. یعنی استثناء در این وقت وجود دارد. خود الله گفته شده است که بعضی چیزهایی هست که زنده میماند. بارک الله فیکم. این چنین روایت حاکم در مسندش، بیرقی در سنن و از عبدالله بن مسعود روایت میکنن که ثم یقوم ملک الصور بین السماء والارض فینفخ فیه والصور قرن فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الارض الا مات الا ما شاء ربك. بعد از این یک ملک رو الله امر میکند که سور رو میدمد، همون صدای بلند رو میکشد که همه چیزهایی که در بین آسمان و زمین است وفات میکند. سور این یک قرن است. قرن یعنی یک شاخی دراز کلانی که سوراخی دارد که از همون سوراخی وقتی که هوف میگوید صدا میبرد، یعنی رو سور گفته میشه. و سور قرنون میگن. فلا يبقى خلق في السماوات ولا في الارض الا مات. یگان خلق کرده الله در زمین و آسمان ها نمیماند مگر این که میمرد، همه وفات میکند. بجز الا یعنی بجز من شاء ربک، همون کسایی که الله خواسته باشد که زنده بمانند. بارک الله فیکم. پس معنای سخن چیست؟ وقتی که سور دمیده می شود، این آیت اومد که کل شیء هالک الا وجه، همه چیز وفات میبند بجز وجه الله. بجز الله یعنی بعضی از استثناءات باز وجود دارد. یعنی این بود یک دو مسائلی مهمی که در این موضوع باید یعنی بفهمید و بیاموزید. و مسئله دیگر همین است که بینواد مسئله ضرور. الرازیان در دوام سخنشون میگن که والجنة والنار باقیتان لا تفنیان ابدا. جنت و نار یعنی دوزخ هر دویش همیشه باقی هست. لا تفنیانی یعنی به پایان نمی رسد، نابود نمی شود، فنا نمی شود، ابدی همیشگی. بعضی روایت ها و بعضی از اختلافات رو به شما شاید بعضی از طالب علم ها یا در بعضی از کتاب ها خونده باشید. بعضی ها نسبت میتیند به شیخ ابن تیمیه رحمه الله و بعضی ها نسبت میتیند به شیخ ابن القیم الجوزی رحمه الله و میگن که اینها اعتقاد کردند که دوزخ به پایان میرسد. و بالخصوص اهل بدعت ابن تیمیه را طعنه میزنند، به مانند صوفی های تاجیک. صوفی های تاجیک میگن که ابن تیمیه میگه که دوزخ به پایان میرسد.
بعضشون ابن القیم را. البته ابن تیمیه رحمه الله در این موضوع به نهایت یک بحث شدید کردن، یعنی سخن کسایی که جنت و دوزخ به پایان نمیرسد، بالخصوص دوزخ به پایان نمیرسد، و سخن کسانی که دوزخ به پایان میرسد گفتند و حجت های اونها رو ذکر کردند. آدمی که منهج ابن تیمیه رو نمیداند، اصول مذهب ابن تیمیه رو نمیداند، آدمی که در یک نشستش 100 صفحه کتاب خونده نمیتواند، 5 صفحه 4 صفحه که از جاز خشته میرود، و آدم ابن تیمیه را مقصدش نمیفهمد. کسی که میخواد که ابن تیمیه را فهمد در یک موضوع در یک نشستش باید 100 200 صفحه خوند، زیرا که ابن تیمیه در همین موضوع دوزخ آیا پایان مییابد نمییابد دو قول رو ذکر یا که سه قول رو ذکر میکنند. کسایی هستند که اهل سنت میگن که پایان نمییابد، کسایی هستند که پایان مییابد، کسایی هستند که توقف میکنند، و اینقدر حجت همه اینها رو ذکر میکنند که چندین صفحه قریب 100 صفحه میشد. بعضی ها می آیند و قول دوم میخونند. مثلا ببینید تیمیه نوشتن که قول دوم دوزخ پایان مییابد، و بعد از این حجت اهل بدعت میآورند قریب 20-50 صفحه. اهل بدعت میگوید که من کتاب ابن تیمیه رو خونده شدم، بله کتاب ابن تیمیه است. پس ابن تیمیه دوزخ رو گفته شده است که پایان مییابد؟ نه، بیچاره اهل بدعت. ابن تیمیه دوزخ رو پایان مییابد نگفته شده است، بلکه حجت اهل بدعت رو آورده شده است. منهج اهل سنت همین است که وقتی که یک مسئله که در بولش اهل بدعت خلاف کرده اند ذکر میکنند اهل بدعت رو و حجت اهل بدعت رو، و در آخر رد میزنند به اهل بدعت. کتاب ابن تیمیه رو کاملا اگر خونی میفهمی که ابن تیمیه چی مقصد دارد. و این چنین ابن القیم الجوزی اینقدر یعنی خلافات رو ذکر میکنند و بعد از این حجت اهل بدعت رو ذکر میکنند که آدمی خونده شده فکر میکرد که ابن القیم الجوزی گویا که طرف امرو گرفته. نه، عقیده ابن تیمیه و عقیده ابن القیم الجوزی همین است که جنت و دوزخ پایان نمییابد و دوزخیان ابدالابد در دوزخ باقی میمانند. کسایی که در حالت شرک اکبر و کفر اکبر وفات کرده اند اینها ابدالابد در دوزخ باقی میمانند. و این اجماع هست. و این البته یگان بگویم علمای اهل سنت و الجماعت با اینقدر واضحیت و آشکاری در این مسائل، یعنی با حجت های واضح و آشکار این مسئله رو انکار نکردند، بله هستند علمای، لیکن حجت های اونها رو علما رد زدند. سلف اجماع میکردند که جنت و دوزخ پایان نمییابد. از همین جهت یک وقت سخنها زیاد شده بود در بالای عقیده ابن تیمیه، ابن القیم الجوزی و حتی سلیمان علوان که گویا که دوزخ رو پایان مییابد. نه، اینها همشون کتاب دارن. به کتاب نونیه ابن القیم الجوزی نظر بکنید که دوزخ رو چه خیلی وصف میکند و میگه که پایان نمییابد. پس نصوص متواتر است که جنت و دوزخ دوام مییابد و پایان نمییابد. دلیل سوره نساء 13 است. الله میگه خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم، ابدالابد باقی میمونند در وی، یعنی در جنت، و این یک فوز، یک نجات، یک بردباری بزرگی است. این حجت واضح برای اینکه جنت ابدی و همیشگی است، پایان ندارد. یقین بکنید و باید ایمان بیاریم که جنت ابدی است. و این چنین دلیلی بگیم جهنم یا که باقی موندن جنت و غیره در قرآن زیاد است. سوره حج رو 48 رو نظر بکنید، سوره واقعات 33 رو، سوره دخان 56 رو. مثلا الله میگه لا یذوقون فیها الموت الا موتة الاولى ووقاهم عذاب الجحیم لا مقطوعة ولا ممنوعة لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين خالدين فيها أبدا، ابدالابد در وی باقی. ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا، سوره احزاب 64 و 65 برای کافر آشکار است. همانا که الله لعنت کرده است کافرها را و آماده کرده است برای کافرها سعیر را. سعیر یک جایی چی را؟ جهنم را.
کافرها در اینجا چیکار میکنند؟ خالدین فیها ابدا، ابدالابد در همون جهنم کافرها باقی میمونند. آشکار است. یا که سوره تغابن در رو ببینید، اولئک اصحاب النار خالدین فیها، آنها صاحبان جهنمند، اصحاب جهنمند یعنی جهنمیند و ابدی در اونجا خالدین میمونند. و ما هم بخارجین من النار، سوره بقره 167 رو ببینید. کافرها از آتش جهنم بیرون نمیبرند هیچگاه. والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضى علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها، سوره فاطر 36. اونهایی که کافر شده اند برای اونها آتش جهنم است و برای اونها قضاوت کرده نمی شود که بمیرند، یعنی اونها نمی میرند در جهنم و این چنین عذابشون پایان کرده نمی شود، ابدی در اونجا هستند. سوره طه 74 انه من یأتی ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا، در جهنم نه حیات است و نه مرگ است. شما چی میفهمید از این سخن؟ نه حیات و نه مرگ است. نه حیات و نه مرگ، انسانی که در درون آتش است و میسوزد و درد و رنج دارد، این نه مرده است و نه زنده است، درد بی نهایت شدید است. چله که آدمی که در حالت مرگ است و به نهایت آدم در حالت عذاب کشی است، یا کسی که مثلا الله به این روزها اهل توحید را نشان ندهد، مثلا یک حادثه شد، یک جسمش پاره و شکست اما نمرد، اما زنده هم نیست، درد بدنش چخیل است. الله المستعان. ما به الله پناه میبریم از آتش جهنم، لیکن فقط به زبان گفتن کافی نیست که از آتش دوزخ مرا نجات بده یا رب، بلکه عمل باید بکنیم، عمل هایی که ما را از آتش دوزخ دور بکند. چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند و اعوذ بک من النار و ما یقرب الیها من قول او عمل، من پناه میبرم به تو ای الله از آتش دوزخ و آن چیزی که مرا به آتش دوزخ از سخن و عمل نزدیک میکند. پس عمل های هست که ما را دوزخی میکند و سخن های هست که ما را دوزخی میکند. اولین عملی که دوزخی میکند و اولین سخنی که دوزخی میکند این چی است؟ کفر و شرک است. کفر اکبر، شرک اکبر. کسی که توبه نکرده بمیرد الله او را نمیبخشد. سوره نساء 48 رو ببینید. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. پس در دوزخ و در جنت مرگ وجود ندارد، چخیلی که در حدیث بخاری و مسلم آمده است از ابن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه و سلم قال يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا اهل النار لا موت و يا اهل الجنه لا موت خلود. چی دلالت میکرد؟ ابدی بودن جنت و ابدی بودن دوزخ را. پیامبر صلی الله علیه و میگن که اهل جنت وقتی که به جنت وارد میشوند و اهل دوزخ وقتی که به دوزخ داخل میشوند، یک ندا کننده ندا میکند و میگوید که ای اهل دوزخ هیچ مرگ وجود ندارد و ای اهل جنت دیگر مرگ نیست، خلود همیشگی است، همیشگی است. پس آیا شما آماده هستید که یک حیات همیشگی خود را به این حیات موقتی که زود گذشته شده است عوض بکنید؟ این حیات امروزه شما جنت نیست. این حیات امروزه شما همیشه به غم و اندوه و درد و رنج و گرسنگی و کار و بار میگذرد. اما حیات آخرت در حقیقت حیات لذت بخش است. امام بخاری روایت میکند از حدیث ابو هریره رضی الله عنه و این در حدیث امام مسلم هم است از حدیث ابی سعید الخدری یؤتی بالموت كأنه كبش املح فيذبح فيقال يا اهل الجنه خلود فلا موت و یا اهل النار خلود فلا موت. حدیث متفق علیه است. ما روایت لفظی امام مسلم رو گفتیم. یعنی معنای حدیث این است که وقتی که اهل جنت به جنت داخل میشن و اهل دوزخ به دوزخ داخل میشوند، مرگ را به نمود کبش یعنی یک قشقار میبیارند، کشاله کرده میبیارند و ذبح میکنند. همین قشقار رو ذبح میکنند یعنی مرگ را میکشند، مرگ را مرگ میگیرد و گفته میشد ای اهل جنت شما ابدی در جنت هستید، دیگر مرگ وجود ندارد و ای اهل دوزخ شما ابدی در دوزخ هستید، دیگر مرگ وجود ندارد.
و یک چند نفر از علما اجماع را نقل کردند که جنت و دوزخ ابدی است، پایان نمی‌یابد و فنا نمی‌یابد. بمانند ابو زرعة الرازی و ابو حاتم الرازی، بمانند عثمان الصابونی، بمانند ابن حزم ظاهری، محمد ابن عبدالبر، ابن تیمیه و مثلا ابو الحسن الاشعری میگد که قال اهل الاسلام جميعا ليس للجنة والنار آخرون فانهما لا تزالان باقیتین. همه اهل اسلام همشون جمیعا به اجماع گفتند که جنت و دوزخ آخر ندارد و هر دویش باقی میماند ابدی. در کتاب مقالات الاسلامیین مجله یکم صفحه 131 ذکر شده است. پس به اجماع است، هیچ کسی این رو انکار کرده نمیتواند. از این روز بعد هر کسی بگوید که دوزخ به پایان میرساند، ابن تیمیه گفتند و فلان کس، این دروغ میگد، تهمت میزند به حق ابن تیمیه. پس یگان نفر از اهل اسلام نگفته است که جنت پایان مییابد و اهلش از جنت بیرون میشوند یا که نعمت‌های جنت به پایان میرسد. این هیچ کسی نگفته است. اما درباره دوزخ البته اختلاف وجود دارد. اختلاف به این معنا که بعضی از اخبار و آثار و روایت از سلف در پایان یافتن دوزخ ذکر شده است که ما در این باره ذکر میکنیم. بارک الله فیکم. اما سخنهای سلف را علما میگند، سلف کسایی که دوزخ به پایان میرسد گفتند چه خیلی سخن کردند. گفتند دوزخ دو طبقه است، یک طبقهش برای کفار است، کفار اصلی، منافقین و مرتدین و کفار است، و طبقه دومش برای گناهکاران موحدین است. و گفتند دوزخی که آماده کرده شده است برای گناهکاران مسلمان، این غیر دوزخی که برای کافرها آماده کرده شده است. سخنی سلفی که گفتند که دوزخ به پایان میرسد، انا همین قسم دوم را گفتند که دوزخی که آماده کرده شده است برای مردمی مسلمانی که گناهکارند. بله، اما دوزخی که هیچگاه به پایان نمیرسد، این دوزخ مشرکین و کفار، منافقین و مرتدین است که دوزخ اونها به پایان نمیرسد. اما اهل بدعت سخنهای سلفی که درباره دوزخی که برای مؤمنین و موحدین گناهکار آماده کرده است، همین را میگیرند و چی میگند؟ انا گفتند که دوزخ به پایان رسید. نه، شما باید بفهمید که دوزخ را سلف این امت دو نمود گفتند. دوزخی که برای کفار است هیچگاه به پایان نمیاد، هیچگاه پایان نمیاد، به اجماع است، به اجماع پایان نمیاد، ادا نمیشود، تمام نمیشود، پایان ندارد. اما یک قسم دیگر، یک دوزخ دیگری هست که برای مسلمان های گناهکار آماده کرده است. مثلا مسلمان و موحد است اما شرک اصغر دارد، کفر اصغر دارد، گناه های کبیره دارد. الله اگر خواهد میبخشد گناه های کبیره رو، یا که در عرصات روز قیامت گناهاش میرود، اما البته شرک اصغر هیچگاه بخشیده نمیشد. آدمی موحد باشد و شرک اصغر داشته باشد هم بخشیده نمیشد، حتما با یا در روز قیامت از آن میکشد یا که به جهنم میدرد. و این جهنم دیگر جهنم است، جهنم دوم است که غیر جهنم کفار است. نه مسلمان های گناهکار به جهنم انداخته می شوند و از جهنم به سبب گناهاشون پاک شدن، به سبب شفاعتی که رسول الله میکنند و مؤمنین و موحدین میکنند و بالاخره خود الله سبحانه و تعالی شفاعت میکند، اینها بیرون میشوند. اینها کسایی که اصل توحید رو دارند اما گناهی زیاد دارند. انا این دوم نمود جهنم به پایان میرسد. بارک الله فیکم. اما جهم بن صفوان و پیروانش میگویند که هم جنت هم دوزخ پایان مییابد، حالا خلق نشده است. ببینید، جهم بن صفوان میگه که جنت و دوزخ حالا پایان نشده است، حالا خلق نشده است، و بالاخره میگه جنت و دوزخ هم یک روز معینی دارد، یک روز هر دویش نابود میشود. کسایی که در جنت هستند وایها هم نابود میشوند، کسانی که در دوزخ هستند اینها هم نابود میشوند. این سخنی باطل است، بلکه جنت و دوزخ ابدالابد باقی هستند. و معتزله ها هم اعتقادشون بالاخره مذهب جهمی است. بارک الله فیکم.
ابن عربی چی میگه؟ ابن عربی که صوفی ها بینات پیرویش میکن میگه که این اهل النار تنقلب طبائعهم الى ناریه یتلذذون بالعذاب. این گپین با سخنی جدید. صوفی ها بگجای ندارن، همینجا رو دیوونه میکنن. باور کنید صوفی ها کسایی هستند که با کدام موضوع داخل شوند همون موضوع بوده ها را دیوونه میکنند با سخنهای دیوونگیشون. اینها مجنونند. کما یتلذذ اهل الجنه بالنعیم. میگه دوزخ میگه اینقدر بسیار آدم ها در دوزخ میستند که در آخر میگن آدم های دوزخی در دوزخ کیف و صفا میکنن. میگه یتلذذ، میگه لذت میبرند از دوزخ. میگه از همون عذاب جهنم لذت میبردند دوزخی ها. چه خیلی که اهل جنت از نعمت جنت کیف و صفای لذت میبرند، دوزخی ها لذت میبردند. برای همون بینید زنادقه های صوفی ها میگن که من از دوزخ هم نمیترسم، ای الله پروا ندارم، من دوزخ و پرتو. میگه من ایقا جنت هم امید نمیکنم، من فقط توی نغزه بینم تمام. اعوذ بالله. چرا که اینها اعتقاد دارند که دوزخ هم یک جایی است که کیف و صفای لذت دارد. میگن این سخنی شوخی نیست. نظر کنید به فتح الباری مجله 11 صفحه 421 422. این ابن عربی اندلوسی قوزی همون هو است. اعوذ بالله من ذلك. پس انا فهمیدید که جنت و دوزخ پایان نمییابد. سخنهای سلفی که گفتند که دوزخ به پایان میرسد به کجا تعلق دارد؟ به دوزخ دومی که خاصی مسلمانهای گناهگار است. یعنی الله همون دوزخی که کافرها را میپرتوید، مسلمانها را به پهلوی کافرها نمیپرتوید. برای مسلمانها دیگر دوزخ است. یک رحمت الله است. بارک الله فیکم. آیات ها را دلیل میگیرند و می آورند. همه آیات هاشون شبهات است. برای اینکه وقتی ما زیاد نرود، ما وقتی که به شما اجماع را نقل کردیم دیگه شما چی باشد؟ یقین بکنید. یقین. هر کسی که هر آیتی را آورد، هر حدیثی را آورد، هر چیزی را آورد، یقین بکنید که اجماع وقتی که ذکر شد، اجماع سلف در این مسئله وقتی که ذکر شد، فهمید که این آیت و این حدیث معناش پس دیگر است. و جنتی که برای مؤمنین و موحدین و دوزخی که برای کفار و مشرکین آماده کرده شده است هیچگاه پایان نمی‌یابد. حیاکم الله بیاکم. انا این بود مسائل درباره جنت و دوزخ. لیکن اینجا یک سوال به وجود می آید. جنت و دوزخ اگر امروز خلق شده باشد و وجود داشته باشد در کجا است؟ آیا یگان اشاره در قرآن و سنت آمده است که در جنت و دوزخ در کجا است؟ البته مکان جنت آشکار و واضح آمده است. مکان جنت در آسمان است. دلیل ها به این زیاد است. هر آیتی که دلالت به بالا بودن الله میکند، این آیت اینچنین دلالت میکند به جنت که جنت در بالا است. آیت اسراء و معراج پیامبر، حدیث های صحیح متفق علیه که در بخاری و مسلم آمده است که پیامبر بالا رفتند و به جنت یکم، دوم، سوم بر آمدند. عیسی را دیدند، یحیی را دیدند، موسی را، ابراهیم، آدم علیه السلام، همه را دیدند. در کجا؟ در جنت. و به این آیات های قرآن دلالت میکنه. سوره نجم آیات 14 و 15 رو نظر کنید. عند سدرة المنتهى عندها جنت المأوى. در نزد سدرة المنتهى آخرین درجه که یعنی سدرة المنتهى پیامبر صلی الله علیه و آله بر آمدند، جبرئیل بر آمده نتوانستند. عندها جنت المأوى. در همین جا جنت مأوى هست. یعنی مأوى گفتن جنت در همین بالاترین درجه است. پس جنت در کجا است؟ در بالا است. زیرا که سدرة المنتهى در بالای جنت است. در بالای جنت 7 طبقه. یعنی ببینید جنت طبقه دارد، 7 طبقه. در بالای جنت 7م طبقهش کی است؟ چی است؟ ببینید این سدرة المنتهى است. چخیلی که در قصه اسراء و معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم وصف شده. و سقف سدرة المنتهى سقفش یعنی بالاش، بامش چیست؟ عرش است. کسایی که در سدرة المنتهى هستند به همون درجه می روند، بالاشون رو وقتی که نگاه میکنند عرش رو میبینند. چخیلی که در حدیث سی ابو هریره آمده است اذا
سألتم الله فاسألوا الفردوس، وقتی که از الله جنت رو پرسیدید جنت فردوس رو طلب بکنید. برای چی؟ برای اینکه فانه اوسط الجنه، جنت الفردوس در بین جنت است و اعلی الجنه و بالاترین درجه جنت است. اراه فوقه عرش الرحمن، اراه فوقه عرش الرحمن، دیده می شود در بالش عرش الله. و منه تفجر انهار الجنه، و از همین جنت الفردوس همه نهرها دریاهای جنت بیرون می شود. اما مکان دوزخ در کجاست؟ حالا فهمیدید که مکان جنت در بالا در آسمان است، اما مکان دوزخ در کجا است؟ در مسئله مکان دوزخ یگون حدیثی صریح از پیامبر صلی الله علیه و سلم یا یگون آیت واضحی که مکان دوزخ فلان جا است نآمده است. اما از اشاره هایی که از حدیث و آیت ها آمده است، علما میگن که مثلا حدیثی که دلالت به پل صراط میکند، حدیثی مرفوع از عبدالله ابن مسعود است که امام مسلم روایت میکند. حدیثی است که یؤتی بالنار یوم القیامه لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک. یعنی دوزخ یک چیزی است که یعنی در یک جای باقی نمیسود است، کشیده میسودند. روز قیامت دوزخ ملائکه کشیده میآرند. دوزخ به 70,000 ریسمان آهنین، زنجیرهای آهنین، 70,000 زنجیر، در هر یک زنجیر 70,000 ملائکه. چند میلیون میشوند؟ چند میلیون ملائکه یا چند صد هزار والله اعلم، چند میلیون والله اعلم میکشند دوزخ رو میبیارند. و حدیثی دیگر دلالت میکند که بارک الله فیکم پل صراط گذاشته میشود به کجا؟ پل صراط میگیم، کوپروک میگیم، پل میگیم، صراط همون پلی که وقتی که حساب کتاب میشود مردم به بالاش میگذرند، کسی که گذشت به جنت، کسی که نگذشت غلطید به دوزخ. این دلالت میکرد که دوزخ در پایان است میگند. بارک الله فیکم. و یک اشاره را آوردن به پایان بودن دوزخ، حدیث صحیحی که در مسند امام احمد از حدیث برای ابن عازب است که یقول الله فی الکافر، الله در حق کافر میگه که اکتبوا کتابه فی سجین فی الارض السفلی، نویسید کتابش رو در سجین، در پایان ترین طبقه زمین، فتطرح روحه طرحا، و روحش رو سخت به همون سجین گذاشته میشد. اما میگن این تا روز قیامت است. و بالاخره در مسئله دوزخ یگان سخن عمیق و واضحی که یقین گفته شود وجود ندارد، بلکه بله در پایان است. دوزخ در پایان است. حیاکم الله بیاکم. پس با همین سخنمون رو درباره جنت و دوزخ به پایان میرسونیم و ما باید بدانیم که جنت و دوزخ این مکافات و جزا است برای موحدین و مکافات جزا برای مشرکین و مرتدین. جنت برای موحدین، به جنت داخل نمی شود مگرم نفس مؤمن و مؤمنه. ناممکن است که مشرک داخل بشود. الله میگه انه من یشرک بالله، همانا که هر کسی که شرک رو به الله کرد، فقد حرم الله علیه الجنه، 100% جنت برای او حرام است. الله به ما وعده داد و الله فلا یخلف الله وعده، وعدهش رو خلاف نمیکند. سوره مائده 72. هر کسی میگه که مشرک هم به جنت در آمدنش ممکن است، ببیند که مخالف این آیت است، مخالف آیت صحبت کرده است. و الله سبحانه و تعالی در حق کافرون میگه که لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. برای آنها درهای، برای کیها؟ برای کافرها و مشرکها درهای آسمان باز نمی شود و کافرین و مشرکین به جنت داخل نمی شوند تا همان زمانی که شتر از کنی سوزن بگذرد. ضرب المثل را دیدید شما؟ الله گفته است سوزنی که امروز مادرهای من و شما لباس می دوزند و ریشته را به همون کنی سوزن می گذارانند. چشم مادر اگر خیره شود فرزندهایش را به کمک طلب میکند که بگذران، شما شاید گذرانیده باشید. الله گفته است که یگان نفر از مشرک از کافر به دوزخ نمی رود تا اینکه شتر از درون کنی همون سوزن بگذرد. سوال اینجاست که آیا شتر از کنی سوزن میگذرد یا نمیگذرد؟ نمیگذرد. این چیز ناممکن، ناشدنی است. الله به شما فهمانیده است که ناممکن است و ناشدنی است و یگان حالت بم
مشرک و کافر به جنت داخل نمیشد. حدیث متفق علیه بخاری و مسلم از حدیث عبدالله ابن مسعود آمده است که الجنة لا يدخلها الا نفس مؤمنه، به جنت داخل نمی شود مگرم یک نفسی که مؤمن و مؤمنه باشد، نفس مؤمنه باشد. و این سخن ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی هم همین بود. و النار عقاب لاهل معصیته الا من رحم الله. انا با همین شما اکنون عقیده اهل سنت و الجماعت رو فهمیدید. کسایی که مشرک هستند، کافر هستند و توبه نکرده مردند، اینها جایشان جهنم است. کسایی که گناه کبیره از اهل اسلام کردند و وفات کردند، اینها مستحق عذاب هستند و در زیر مشیت الله هستند. الله اگر خواهد میبخشد، اگر نخواهد اینها به مقدار گناه کبیرهشون عذاب میکشند. این و بعد از این بالاخره باز به جنت میروند. اما عقیده خوارج این است که هر کسی که گناه کبیره، زنا کرد، توبه نکرده وفات کرد، یا که عرق نوشید، یا که دزدی کرد، یا کسی رو دشنام داد، یا غیبت کرد، یا تهمت یا مسخره کرد، توبه نکرده وفات کرد، این جهنمی است و این به همراهی کفار است و این کافر اکبر است، مخالف اهل سنت است. مسلمان رو کافر جهنم میگن. مرجعه ها باشد میگن که یگان نفر از گناهگارا به دوزخ داخل نمی شود، گناه کبیره کرده دوزخ داخل نمی شود. بارک الله فیکم. البته این عقیده باطلین است. با همین فهمیدید که ایمان ما اهل سنت و الجماعت و ایمان سلف صالح و آن اعتقادی که الله رسول در قرآن بیان کرده است چگونه در بالای جنت و دوزخ بوده است. با همین این موضوع الحمدلله به پایان رسید و در روزی آینده باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده درباره صراط، پل صراط صحبت خواهیم کرد که عقیده ما درباره این چیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.